از پلیس فتا بهم زنگ زدن میگم بعد پیج تو ببندی. چرا مگه مجوز نداری؟ وا مگه مجوز میخواد؟ مجوز میخواد. اون دختر 1070 یادت نمیاد 540 کا فالوور داشت؟ کرم دستاس تو خونه تولید میکرد، رو پیجش میفروخت، فروش میلیاردی هم داشت. از شانس بعدش معاون بهداشت و رئیس اتحادیه شهرشون هم فالوش داشتن، متوجه میشن که این مجوز نداره، بهش زنگ میزنن میگن ما حکم جلب تو داریم، یا خودتو معرفی میکنی یا میایم دستگیرت میکنیم. یا اون بنده خدایی که محصولات وگن تولید میکرد چون مجوز نداشت 3 ماه انداختنش اوین. آخه من که چیزی تولید نمیکنم. کتونی فروشه رو یادت نیست؟ کلی کتونی وارد کرده بود بدون مجوز. شبونه ریختن تو خونش، تمام بارش رو بردن، 4 برابر ارزش کالاش هم جریمش کردن. حالا اون بلاگر بدبخت که بعداً برات تعریف میکنم چی به سرش اومد. فکر نکن چون تو اینستا داری فعالیت میکنی و مغازه نداری نیاز به مجوز نیست. هر لحظه ممکنه حکم جلبت بیاد. تازه اینا هیچ شکایتی نداشتن. خیلی مراقب باش.